سلام به روی ماهتون. به آشپزخونه بانوفود خوش اومدید. فریبا هستم. امروز میخوایم با هم این اسکموهای رشتی خوشمزه رو درست کنیم که تو گرمای تابستون حسابی میچسبه. مرسی که اول لایک میکنید، پس سیوش کنید که گمش نکنید. عزیزم تا یادت نرفته خوشحال میشیم کانال ما رو سابسکرایب کنی که از ویدیوهای خوشمزه بعدی جا نمونی و همراه همیشگی کانال ما بشید. بریم که با هم شروع کنیم. داخل یه قابلمه ترکیب آلبالو و آلوچه ترش رو میریزیم. بعد بهش مقداری نمک و گلپر و آب اضافه میکنیم. میذاریم روی حرارت کاملا بپزه. حالا از صافی رد میکنیم. با یه وسیله مثل گوشتکوب روی سطحشون رو فشرده میکنیم تا هسته ها جدا بشن. توی این مرحله مواد اسکمو رو داخل لیوان ها میریزیم. من از لیوان های کاغذی استفاده کردم. شما به دلخواه میتونید مثل من داخل لیوان ها چند تا دونه آلبالو بندازید. بعد مواد اسکمو رو روی سطحش میریزیم و چوب های اسکمو رو روی اونها قرار میدیم. حالا توی فریزر گذاشتم کاملا خودش رو بسته. ببینید. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. خوشحال میشم که با لایک هاتون به هم انرژی میدید. شما رو به دست خدا میسپارم. خدا نگهدار.